امروز نکات جدیدی در مورد زمینی ها یاد گرفتیم. زمینی ها دوست دارند خشن به نظر بیایند، ولی در واقع عاطفی و احساساتی هستند و در زمان سه-سود دلشان برای هم تنگ می شود. در ضمن از آنجایی که زمینی ها کلن از 2% مغزشان فقط استفاده می کنند، حافظهشان ضعیف است و همدیگر را نمی شناسند و 7 میلیارد اسم ناقابل را نمی توانند حفظ کنند. در نتیجه وسیله اختراع کردند به نام کارت شناسایی که مرتب باید به هم نشان بدهند و در زمین هر کسی 1 دانه کارت شناسایی دارد. ما هم فردا می رویم برای خرید کارت شناسایی. یک نکته دیگر در مورد این انسان فرید هست که با مطالعات ما همخوانی ندارد. درست است که با آن به آدم هیچ گونه خوش نمی گذرد، ولی خصوصیاتی دارد که خود آدم ها به آن می گویند انسانیت، که ما تصور می کردیم مال افسانه هاست. ولی فرید بعضی وقتا شمه ای از این انسانیت را از خودش ترشح می کند و نیاز به تحقیقات بیشتر روی این نمونه عجیب هست. تماس فرد.